و کان الانسان کفورا، هست انسان خیلی ناسپاس، تمام نعمتهای الله را لمس میکنه، مشاهده میکنه، کل شب چشمی سر میبینه، اما باز نسبت تمام خوبی ها را به کی میکنه؟ به باباها. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، چی تصور داره؟ آیا شما به امن هستی که فرو ببره بکم بالای شما جانب البر، یک طرفی خشکی را، زمین همیطور فرو بره شما بروی همیطور، او یرسل علیکم حاسبا، یا روان کنه بالایتان سنگریزه ها را از آسمان، ثم لا تجدوا لکم، بعد از شما پیدا نکنه برای انتقام خونیتان وکیلا، کسی نگهبانه، کسی هم نباشه که شما را چی بکنه؟ بازخواست بکنه، نگهبانی بکنه، هست کسی؟ ام امنتم، آیا شما به امن هستی یعیدکم فی تارة اخرى، که باز دوباره ببره شما را دمی بحر دوم مرتبه؟ اول مرتبه خو نجات پیدا کرده، آمدی در خشکی نظره را بنان بابا کرده که گفته من نجات پیدا کردیم، آلی اگر باز در بحر شما را ببره، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، روان کنه بالای شما بادی کوبنده را تنده، فیغرقکم، که شما را غرق بسازه، بما کفرتم، بسببی انکار شما، انکار از توحید الله که نسبت این نعمت به الله نکرده و مخلوق کرده. ثم لا تجدوا لکم، بعد از شما پیدا نکنه برای خود علینا، در مقابل ما، بهی، به می غرق کردن، تبیعا، بازخواست کننده، هیچ کس هم بازخواستی تانه نکنه، کسی درخواست خونبهای تانه نکنه، کسی رم پیدا نمیکنه. پس ای بنی آدم، چرا الله را پرستش نمیکنی؟ مخلوق تو برای خود حاجت روا فکر میکنی، این کار چرا میکنی؟ ولقد کرمنا بنی آدم، تو انسانی نیستی، تو را عزت بخشیدیم، عقل را در وجود تو دادیم که توسط امی عقل تمام نعمتهای زمینه چی میکنی؟ استفاده کرده میتونی. یقینا کرامت دادیم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما عزت دادیم، کرامت بخشیدیم به بنی آدم، نوع انسانی را، اگر مسلمان است اگر کافر است. تکریم انسان چیست؟ صورت زیبا الله برای انسان داده به نسبت صورتهای دیگه چیزا، خب صورت زیباست. تعلیم، الله برش تعلیم داده راه و رسم زندگی را که چه قسم زندگی بکنیم، برنامه تربیتی را الله بر ما تعلیم داده، برای ما در مقابل حوادث و طوفانات چه قسم مبارزه کنیم. خب الله برای ما عقل بخشیده، چه قسم از کل چیزایی که الله پیدا کرده از او ما استفاده بکنیم، از درخت، از آب، از هوا، از خاک، از سنگ، از معدن، از فضا، از بحر، از خشکه، از حیوان، از پرنده، همه چیز در خدمت انسان الله اینطور عقل مرکب کرده، قوی تسخیر برات داده، حاکم هستی، هر طرف میکنی. از او خاطر مفسرین میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما عزت دادیم بنی آدم در قامت، در جمال، در اعتدال چی؟ بدنش، در مزاجش، در عقلش، در شعورش، در قوت ترکیبش، در افهام و تفهیم، در اشارات، در خط و کتابت، در خوراک و پوشاک. همین قسم خوراک چه قسم ترکیب داده میتونه که خوراک درست تیار کنه. حیوانات دیگه یک قسم میخوره، انسان از یک حل روغن پرتو، ایره پرتو آچار جور میکنه، رقم چیزا را، ایره کلش سلیقش الله داد، قوی نطق الله داده، عقل الله داده، استعداد مختلف داده، آزادی اراده الله داده، سلطه الله موجودات داده، روح انسانی را برش داده، کلش کرامت انسانی است. و حملناهم فی البر والبحر، ورداشتیم یاره، برداشتیم، سوار کردیم یاره، فی البر والبحر. الله اینقدر عزت تو را داده، اگر امر میکرد که برو یک سیر آرد از پاکستان پشت کده بیار، چی میکردی؟ الله متعال میگه ما سوار کردیم انسانه، ایره مطور پیاده نماندیم. فی البر والبحر، در خشکه و در بحر. در خشکه الله چارپایه را پیدا کرد، شطوره، گوه، مرکبه، قاطره، آلی خود توسط چی؟ بگوی تکنیک جدیدشان، موتر رو، تیلر رو، بگوی قطار رو، ریل رو، ایگپاره. والبحر، در بحر توسط کشتی ها. و رزقناهم من الطیبات، ما روزی دادیم برای انسان از هر نوع چیزای پاکیزه، نفیس، خیلی جالب و جاذب. و فضلناهم، برتری دادیم، علی کثیر ممن خلقنا، بالای بسیاری از مخلوقات خود، تفضیلا، به برتری دادن.
در اول تکریم میگه، در آخر تفضیل میگه. تکریم چی را میگه؟ او مواهب و بخشش های الله که در وجود خود انسان است. چشم بیبی، گوش بیبی، عقل بیبی، قوه تفکر بیبی، استعداد بیبی، دماغ بیبی، ای کلش، قامت و جمال و اراده و تصمیم و ای گپا کلش ای را کرامت میگه. تفضیل در چی چیز میباشه؟ در امور کسبی. الله بری تو قوت داده که کسب بکنی. چی را کسب بکنی؟ بگوی رای خدمت دینه، رای رضامندی الله متعالی. ای فقط ای کل گپا را بری تو داده. انسان خدا میشناسی؟ همه موجودات در خدمت تو، در خدمت تو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض، چیزی که در زمین است در خدمت شماست، برای منفعت شماست. تو انسان در خدمتی کی باید باشی؟ الله باید باشی. یک لحظه نافرمانی الله را نکنی. و انسان چرا غافل هستی؟ چرا روزه نمیگیری؟ 11 ماه برای خوردن بری تو اجازه داد، 1 ماه روزه. 24 ساعت زندگی است، 24 ساعت، 23 ساعت یا در خوابید یا در کار و روزگارید در این مورد مصرف میشه. 1 ساعت به نماز بده. 5 وقت نماز است، 10 و 15 دقیقه به هر کدام بده. لیکن انسان چی کرده؟ جواب بگویم. این نعمتهای عظیم الله در وجود ما همینطور میمانیم هر کس که چی میکنه؟ نه، یک روز فرا میرسه. یک روز فرا میرسه، هر کس امرای قاید خود استاد، بیرق در دستش. بعضی قایدش رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه، کسی که در مذهب محمد رسول الله محمدی است. اماما باز کسای پیشروایش سلف صالح است، صحابه، تابعین، تبع تابعین. قطعزوا استاد شو، قطعزوا امام تمو باشه. کسی امرای کسای استاد می باشه که در قبرها سجده کرده، صاحب قبر در پیش یا در پشت سرش رقصا را کرده، قیوم زمان او را لقب داده، امرای پیری خود استاده باشه. قرآن میگه بر ما اول یوم ندعو کل اناس، روزی که ما دعوت میدیم، آواز میدیم تمام مخلوقات به امامهم، به امرای قایدشان، پیشوایشان. پیشوای مومنا انبیاء علیهم السلام می باشه، پیشوای کفار، شیطانا، بتا، هر چیزی که هوا و هوس و خواهشاتشان می باشه. هر کس قطعا قاید خود استاد است. خب قاید ما کی می باشه؟ رسول الله. به شرطی که از رسول الله پیروی کرده باشی. اگر دیگه کس ولی خود قاید جور کرده بودی، برو خیلی قطعا موضوع استاد شد. امام اینجا به معنای قاید و پیشوا شد، اینی مطلب آیت شد. دوم، اینجا امام به معنای کتاب است. یوم ندعو کل اناس، روزی که ما طلب میکنیم تمام مردم به امامهم، به مو کتابشان که حیثیت پیشوا داشت. تمام آن چیزی که در او کتاب بود یا سرش عمل میکرد، برنامه زندگی خدا یار کرده بود. آلی دیگه اهل تورات قطعی تورات، انجیل قطعی انجیل، زبور قطعی زبور. بگوه قرآن قطعی قرآنی کریم استاد میشه. قطعی قرآن کی استاد شده میتونیم؟ که قرآن شناخته باشیم. یک روز بری خود اینمی قسم 6 تا باشیم که قرآن چی میگه. مردکه را پرسان کو، خیرت است آجی صاحب، امی قاریا را آورده بودم ختم کردم. آجی صاحب تو خود ایدیات نداری؟ نه والا روزی ما همی ترتیر شده بود، پدرم سرم کوشش نکده بود. خب پدر خود کوشش نکده بود، باز تو خود زندار شدی، باز تو خود ایالدار شدی، باز قرآن نمیفهمیدی. والا نمیشد، هرچی کوشش کردم یاد نگرفتم. تجارت چی نمیکنی، زبان چی نیاد گرفتی، دوڑای خور. از جرمنی را یاد گرفتی، قرآن را یاد نگرفتی. او کاری تجارت بود نه، 60 سال تیر میشه، 1 ساعت برای قرآن ننشسته. 1 ساعت باز که بموره میگه زود غسل بدی در پالیش قرآن بخوانی. یا آدم قطعی قرآن دشمنی داشت یا دوستی؟ این قرآن همی شناخت. حالی جمعه ها را در چل میکنه. 5 شنبه با 5 شنبه چیسته؟ گروپی قاری هسته آمده خیرت از قرآن بخونه. او مرده که ای خود قطعی قرآن دشمنی داشت. حالی چطور قرآن خوانده شود؟ الله رحم بکنه، سخت است. اگر این کتاب نشناخته چطور امامت شود، پیشوایت شود؟
یوم ندعو کل اناس، روزی که دعوت میدیم، آواز میدیم تمامی مردم ها را بی امامهم، به امر امامشان. هر کس امامش نامه اعمالش است. اهل خیر قطع اهل خیر است، اهل شر قطع اهل شر است. هر کس نامه اعمالش در دست راست است یا در دست چپ. چهارم، یوم ندعو، روزی که ما آواز میدیم کل اناس، تمام مردم، فقیر و غنی را، پاچا را، رعیت کلش به امامهم، به امر امامشان. امی اعمال نامه های اعمالشان است. آل دیگه هر طایفه به امر امام خود نامه اعمال خود. زناکار قطع زنا، نعوذ بالله، زناکارا، قمارباز قطع قماربازا، رشوتخور قطع رشوتخورا، سودخور قطع سودخورا، دزد قطع دزدا. هر کس برای خود خیل داره، با برای خیل استاد میکنه. الله متعال. خیل بد است که انسان در چند خیل استاد شود، نعوذ بالله. یک معصیت ترک نکرده باشه. الله برش بگویه که خو امکانات استعداده که برات دادم، تو سر این نعمتای ما چی کردی؟ این نعمتها را فقط در خدمت همین خواهشات پوره کردن بسیار سخت است. فمن اوتی کتابه، کسی که داده شود عمل نامش بیمینی، به دست راست، که الله نصیب کل ما شما بکنه. فاولئک، اینمی مردم ها، یقرؤون، از دست خوشحالی و شادمانی سرور میخوانه کتابهم، امی عمل نامه خدا. سخت جای خوشی می باشه. در مکتب کامیاب میشیم، اطلاع نامه را در دست ما میده، یک قدر خوش هستیم قط نمی کنیم، زود زود میایم طرفی خانه. اول به پدر و مادر میشن، پدر جان اول نمره کامیاب شده. الله اکبر. اونجا که آدم کامیاب شود، اصلی کامیابی الله نصیبی ما بکنه. ولا یظلمون فتیلا، ظلم کردن نشده باشه بالای هیچ کس. فتیلا، به اندازه رشته. دمو خستگه که خرما یک کمی چاکی داره، در بین چاکی یک دانه تارکی خورد وجود داره، او رفت چی میگه؟ فتیل میگه. به همون قدر مقدارم سری کسی ظلم نمیشه. هر کس مطابق جنایتش جزا میبینه، مطابق چی؟ اطاعت و فرمان برداریش نعمت بدل الله برش داده میباشه. الله نصیبی ما و شما کنه. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی که در دنیا کور باشه، فهو فی الاخره، یا آدم در آخرت اعما کور است، و اضل سبیلا، خیلی گم کننده راه حق است، یعنی گمراه شونده از راه حق است. در اونجا الله بیان کرد که به هر کس عمل نامه داده میشه، سری کسی به اندازه یک رشته خسته خرما هم ظلم کرده نمیشه. اینجا الله حالات بیان میکنه که اونجا پاداش در آخرت چه قسم ممکن است کسی به دست بیاره یا نه. الله متعال بیان میکنه در آخرت ممکن نیست، او داری جزاست، داری عمل در دنیاست. در دنیا اگر کسی در حالت کوری تیر کرده باشه، اونجا کور است. اینجا مراد از کوری چشم ظاهری نیست، کوری دل است، بصیرت است. کسی که قوی تفکر خود کور نگاه کرده، رای حقیقت نپیموده، اینی مردم کور میگه. اون جمع رای بهشت و معرفت پیدا کردن نمیتونه. الله متعال اعلان کرد که اگر کسی میخواد در دنیا بصیرت داشته باشه، رای بهشت بشناسه، او کدام در این دنیا باید معلومات حاصل بکنه. از او خاطر از این دیج اشاره به ایسته که الله متعال به هر کس استعداد قوی تفکر داده برای شناسایی رای حق و باطل، برای شناسایی رای توحید و شرک، رای سنت و بدعت. الله به هر کسی توفیق داده. ما که بار بار تمرکز سر این گپ میکنیم که انسان باید از این قوت خدا داد حتما استفاده بکنه، ایره اموتور به استفاده نگذاره، تحقیق بکنه، دنبال تحقیق بروه تا که حقیقت و واقعیت برش برملا شوه. کورانه دنبال کسی نروه که در چا میفته. کور خدا نگاه نکن، الله برات بصیرت داده. اگر در دنیا از او کار گرفتی، در او دنیا هم امی قسم رای بهشت هم برات مکمل معلوم است. اگر نیکی در دنیا کار نگرفتی از این قوتی که الله برات نصیب کرده بود، او دنیا هم امی قسم رای بهشت از پیشت گم میشه، گمراه میشی. گمراه اضل سبیلا، یعنی خیلی گمراه از رای حقیقت و حق. و این کادو لیفتنونک عن الذی، قریب بودن مشرکین، لیفتنونک که تو را بگردانه، فریب بده تو را به تدبیرها و دسیسه های مختلف، عن الذی،
از او چیزی که اوحینا ما وحی کرده بودیم الیک به سوی تو لتفتری علینا غیره که تو جور کنی دروغ بگویی علینا بالای ما غیره غیر از چیزی که ما برات وحی کرده بودم و اذن دی وقت لاتخذوک تو را می گرفتن خلیلا به دوستی خالصی از جا می شدی یا تلاش کردن دسیسه جور کردن که تو را از آن چیزی که ما وحی کردیم تو را بگردانه فریب بده تانه. در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم دسیسه های متنوع جور می کردن. یک دسیسه در این مورد جور کرده بودن، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت عجیب ما قومت خب میدانی که ما مردم خیلی با شرف و با نسب و عزتمند بودیم، ها تو ما را برابری بلال و صهیب و خباب و سلمان هم اهمیت نمیدی، چقدر ظلم و جفاقت ما میکنی، قوم تام هستیم و خب معلومات موقف اجتماعی ما بری تو هسته و امروز تو ما را برابر غلامای ما ارزش نمیدی. لا اقل برابری از ما ارزش بده. چی رقم ارزش بده؟ زمانی که ما می آمدیم این مردم از مجلس خود دور کو. چرا؟ ما عارو ننگی ما می حقیقت غلام خود یک برابر بشینیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر به حرصی که داشت برای هدایت این مردم. چرا؟ رسول الله برای راهیابی خود قریش زیاد حرص داشت. به خاطر چی؟ نه به خاطر ازی که هم نسبش است، به خاطر ازی که دروازه باز میشد برای اسلام دیگران. قومایی که در اطراف عرب آباد بود کلشان این نظریه را داشتن که این پیغمبر درگیر با قوم خود است، ما از محنت و زحمتش به کمال آرام هستیم، اگر کشتم میشه از خود کشته میشه، عاقبت امر بر ما خود به خود واضح میشه. اگر این مردکه غالب آمد سر قومش معلوم شد که پیغمبری بر حق است، ایمان میاریم به چون و چرا. هیچ کدام محنت و تکلیف به ما نرسیده. اگر نه که نعوذ بالله پیغمبر کشته شد از بین رفت، مطلبی ما اموتور در دست آمده بدون ازی که ما خواری کرده باشیم. از همون خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ایمان سرداران قریش سخت حرص زیاد داشت. قریب بود که اینمی طور گپا را بپذیره، میلان دلش پیدا شود، لیکن الله متعال نگاه کرد، تثبیت آورد سر قلب پیغمبر، حتی ادناترین تمایل و رکون و میلان هم طرفی گپ پیدا نشد. یا خیلی خواری کرد یا خیلی نمی گپا را تقاضا کرد که لا اقل خودگیداری را مراعات کن، لا اقل موقف ما را در نظر بگی. رسول الله ادناترین تمایل نشان نداد. درسای عظیم برای ما و شماست که پیش ما چی قدر داشته باشه، پیش ما کی قدر داشته باشه و چی چیز قدر داشته باشه. پیش ما دین قدر داشته باشه، سنت قدر داشته باشه. کی قدر داشته باشه؟ عاملین به سنت و موحدین قدر داشته باشه. مردمای دیگه پیش ما قدر نداشته باشه. رسول الله مداهنت نکرده، سستی نکرده. یک دسیسه. دوم دسیسه، این بارهای مجالس جور کرد پیش پیغمبر علیه السلام، جرگه ها را آورد، گفت دیگه هر چیزی که بیان میکنی بکو ما مانع نیستیم، کمکت میکنیم، یک سخنی مرا در نظر بگی. امی بتای مرا مزمتش بیان نکو، این قدر عاجز معرفی نکو، خیر است. این پیشنهادم بود. این را میگه یک کمی نرمی نشان دادن در راه دعوت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ادناترین رکون و میلان به این گپام نکرد. گفت ما آمدم به می خاطر اصلی هدف ما از بین بردن اینمی طاغوت تو طاغوت بازیست، بت و بت بازیست. ما مخلوق الله را به بندگی خالق دعوت میدیم، نه به بندگی مخلوق. تأسف در اینجاست که امروز ملاهای ما به پیری ناخوان جاهل خودش هم سجده میکنه، دیگران هم به سجده از او چی میکنه؟ دعوت میده. او را آنقدر معظم معرفی میکنه، میگه این قیوم زمان است. این در درجه رسیده که تو را در یک لحظه در درجه کمال میرسانه. ببینی قرآن برای ما چی میگه و ما چی میکنیم. کسی که قرآن خوانده باشه همینطور دعوت میده؟ کلا قطعا نمیده. چرا رسول الله این دعوت نپذیرفته؟ قرآن یاد میکنه.
احسان الله بالای رسول الله است. الله پیغمبر معصوم نگاه کرده. درس برای ما و توست که پیغمبر معصوم بود، قریب بود که دسیسای های دشمن او را وادار به ای بسازه، ای که نعوذ بالله ترمیمات در دین کنه. در موت خو که معصوم هم نیستیم، اینالی از احتیاطت کار بگی. اقدر هوشیار و بیدار باش، دسیسه های گوناگون برات جور میکنه، میکشانت در پای چی؟ در پای یک امر غلط. او ما به چشم سر دیدیم مردمانی که خیلی هوشیار بود و تلاش میکرد که یا در یک امر طاغوت هم شامل نشود، روزی رسید که آلی مکمل در اختیاری کی شد؟ طاغوت. چیزی که طاغوت برش بگه اینی طور فتوا بدی، همون طور فتوا میده، خدا شور داده نمیتونه. چرا؟ دسایس ای استعمار دشمن خیلی قوی است، خیلی قوی. ما تو باید از قوت خود و هوشیاری خود کار بگیریم، غافل نباشیم، خواب آلوده نباشیم، اینطور فکر نکنیم. احساس مسئولیت نکرده قرار خانه خواستیم نفلا را ادامه داده را ایستیم. شیخ است دزمه را 200 جور کردیم، طلق طلق طلق. تو مسلمان هستی، به شما جوانا میگم، اگر دختر هستی اگر بچه هستی، به شما میگم امروز عصر چیست؟ بیداری. عصر شناخت دسایس دشمن است. دسیسه دشمن اگر نشناختی تباه و برباد هستی. موت رام در شرک میکشانه، موت رام تسلیم طاغوت میکنه. ایره یاد داشته باشی. تلاش اینم یا اینم ایسته. اگر ما نشناسیم قرآن ما را امیر یاد میده. رسول الله را نگذاشتن تا این اندازه زحمت و محنت کردن، موت را میگذاره؟ نمیگذاره. از او خاطر بسیار بیدار باش. 4 طرفی خود مراقبت بکن که چه قسم ما را به کدام نیرنگ کدام طرف میکشانه. از او خاطر از شما جوانا امیر تقاضا میکنیم اتور وقت برسه که تو را در مقابل خودت بخیزانه. در مقابل خودت میفهمی که در مقابل خودت بخیزانه؟ کس هم در مقابل خود میخیزه؟ ها؟ نه، در برنامه خطی بطلان سرش کش میکنه که تو اینی کار کرده بودی، نادرست بود. مجاهدین قریب وادار به این نکرده که جهادشان ناحق بود؟ قریب است که امیر بگوید که اعتراف کنن که ما بد کرده بودیم. نعوذ بالله. این کلش دسیسه های کیست؟ استعمار است. استعمار زمیره را طوری میکنه که تو را وادار به این میسازه که خود کافر بگویی و خودم چی بکنی؟ نفی کنی. اینی گپ است. چرا در مورد رسول الله یا بسیار تدابیر گرفته بود. و این کادو قریب بودن لیفتنونک که تو را در فتنه پرتن، مانایش یعنی تو را بگردانه، عن الذی از وحی که اوحینا وحی کرده بودیم، الیک بسوی تو، قرآنی که بری تو نازل کرده بودیم. یا تلاش داشتن که یک کمی ترمیم کنی، ترمیم بیاری، آسانی بیاری در قرآن کریم، یک حکم ازیره لا اقل بیان نکنی. همون کدام؟ مزامت معبودای ازیاره. لتفتریه که تو جور کنی، نعوذ بالله. ای را باز افترا میگه، از خود جور کردن. الله اجازه داده بود؟ نه. اگر پیغمبر میکرد از خود جور میکرد. از او خاطر میگه لتفتریه که تو دروغ جور کنی علینا بالای ما، غیر از او چیزی که وحی برات شده. ده وحی برات شده که بطار عاجز اعلان کن.